بسم الله الرحمن الرحیم. درس خود ما شما شروع میکنیم. بعض موضوعات دیگر روز ما شما خوانده بودیم نه. امروز درس خود از قسمت نمی منویی که در روی صفحه بر ما شما ایجاد میشه از اینجا شروع میکنیم. صحیح است؟ وقتی که روی صفحه ما شما کلیک راست میکنیم، اولین گزینه‌ای که برای ما شما ظاهر میشه ویو است. ویو که است در اینجا سعی کنید سه گروه است. یعنی گروه بالا، گروه بین، گروه پایین. اینا که است گروه ها را از هم جدا میکنه. خب گروه اول مربوط به آیکن های روی صفحه ما شماست. وقتی که اینجا بیایم بگویم لارج آیکن، امی آیکن های روی صفحه ما شما کلان بر ما شما نمایش داده میشه. اگر بگویم میدیم آیکنز متوسط نشان داده میشه. اگر بگویم سمال آیکنز برای ما شما خرد نشان داده میشه. خب بهترین گزینه همین میدیم آیکنز است خب که همیشه ما شما استفاده میکنیم، ولی در بعضی موارد مثلا ضرور میشه مثلا از استفاده کنیم. خب از اینا موضوع بعدی اوتو ارنج آیکنز و الاین آیکنز تو گرید است. خب اوتو ارنج آیکن چی را میگه؟ مثلا از همینجا اگر من میره دلیت کنم، ببینین اتومات جایش پر شد. خب با صورت اتومات دوباره چی شد؟ ارنج شد، تنظیم شد. خب موضوع را خوب میدین. امیره بیایم اگر من امیره از اوتو ارنج بکشم، اگر من دلیت کنم دیرم غیر فعال کنم شاید چرا کار نمیته اوتو ارنج آیکن. موضوع را خوب میدین نه؟ اگر بگویم اوتو ارنج آیکن از حالا مثلا انتخاب نباشه چی میشه؟ اگر ما شما همینجا چی کردیم؟ یک چیز حذف کردیم در جایش چیز نامه. صحیح؟ اگر همین انتخاب باشه چی میشه؟ هر چیزی که ما شما حذف کنیم اتومات جایش چی میشه؟ صحیح نه؟ در جایش یک آیکن دیگه همه. این موضوع اوتو ارنج آیکن است. خب موضوع الاین آیکن تو گرید است. خب این را ما مثلا اول فعال میکنم به خاطر که این کار بته ای باید شوه غیر فعال باشه. خب این را از حالت فعال میکشیم. صحیح است؟ این فعال است، این غیر فعال است. الاین آیکن تو گرید چی را میگه؟ مثلا این امی را اگر من پیش از این قرار بتم این اینجا سعی کنین، منظوری است که همین صفحه دسکتاپ ما و شما به شکل منطقی براتون بگویم که برای ما و شما دیده نمیشه، به شکل یک تیبل که دور دیده باشیم چار کنج است. این رقم است. خب هر آیکن در کجا قرار میگیره؟ هر آیکن در جای مربوط خودش قرار میگیره. اگر مثلا این را ما بیارم در پیش از این قرار بتون نمیشه نه؟ ببینید نشد. دیدین موضوع را فهمیدین؟ اگر همین را ما بیایم مثلا الاین آیکن تو گیره در تیکش پاس کنم، خب مثلا این را بیایم پیش از این قرار بتون، ببینید مثلا ما کامپیوتر اینجا قرار میتون، ریسایکل اینجا قرار میتون، کنترل پنل اینجا قرار میتون، مثلا اینی را اینجا قرار میتون. ببینید نزدیک به هم دیگه قرار دادم. خب این امکانو مثلا ما اگر تیک از را پاس کنیم همین قابلیت برای ما و شما نباشه ما میتونیم همین کار رو انجام بدیم. صحیح؟ اگر همین را ما تیکش بانم پس خب ببینید شما چی شد. نمیشه نه؟ ببینید اینجا بیاین میگم موو تو ریسایکل بن داخل از مثلا حذف شوه نه. موضوع را فهمیدین؟ هدف نه؟ هدف فهمیدین؟ اوتو ارنج آیکن میگم چی میشه؟ پس کلگیش مثلا تنظیم میشه با صورت اتومات میگه آیکن های ما شما را تنظیم کنه. خب این چی شوه؟ گرید. خب فهمیدین منظور گرید؟ خب اینی ما بر شما یک مثال بتون که سرتان باشه. خب مثلا صفحه ما شما اینمی رقم باشه، هر آیکن می ایندمی در بین همی چی قرار میگیره خانه، مثلا یعنی در سر یعنی خط مثلا بیا قبول نمیگه. منظوری را میگه. فهمیدین انشالله نه؟ این موضوع را فهمیدین. موضوع بعدی موضوع سورت است. سورت چیندن یا تنظیم کردن میگه. مثلا میگه طبقه اونوس یک طرف استاد شود، طبقه ذکر یک طرف استاد شود. کسایی که مثلا قدش بلند اون تو استاد شود، باز اون تو قد پخش در پایین بیا، یا سندش کلانو استاد شود، سندش خوردم تو پایین بیا، از سندش خورد از سندش بالا بره. صحیح منظور فهمیدین؟ این را ارنج چی کردن میگه؟ سورت کردن. اگر من اینجا بیایم مثلا نیم انتخاب کنم، سورت میکنه بر اساس حروف الفبا. یک بار انتخاب کردم بر اساس ا تا زید است، دیگه بار انتخاب کنم بر اساس
چی میشه؟ زید تا ای برعکس الف تا یا تا الف این رقم است بر اساس حروف انگلیسی. صحیح است؟ منظور فهمیدین نه؟ موضوع اول موضوع نیم یا بر اساس همو حروف الف با بود. موضوع دوم بر اساس سایز است. صحیح است؟ بلندترین سایز با کوچکترین سایز. پس یک بار کلیک کنم برعکس. موضوع سوم آیتم تایپ بر اساس چی است؟ همو نوعیت فایل است. موضوع را فهمیدین نه؟ بر اساس نوعیت فایل. صحیح است؟ مثلا ببینید اینا مثلا یک تایپ است، فولدرها یک تایپ است. اینا رو هر کدومش در بین خودش مثلا فولدرها رو میبینه، در بین فولدرها ای تا زد مثلا سورت میکنه. باز مثلا اینی هر دوش میبینه بر اساس ای تا زد سورت میکنه. صحیح است؟ موضوعاتی است که مثلا قدر استفاده نداره ولی بفهمین خوب است. صحیح است؟ موضوع دیت مودیفاید که از بر اساس آخرین تغییری که مثلا سر زمین آمده. صحیح است؟ موضوع را گرفتین نه؟ مثلا ما اینی را صبح ثبت کرده بودم، اینی را مثلا ما از اینترنت گرفتم، بعد از اوی را گرفتم. این همی سعی کنین این قبل از این آمده، حالا بیاین مثلا سورت بگوین دیت مودیفاید، سعی کنین برعکس اومد، همین چیز برعکس اومد. موضوع را فهمیدین نه؟ موضوع چی شد؟ موضوع سورت شد. ما مثلا میگم سورت شو بر اساس نیم، یعنی یک کلیک دیگه میکنم اسندینگ شو، اسندینگ دسندینگ. موضوع صحیح شد نه؟ موضوع ریفرش چی است؟ ما قبلا اگر متوجه شده باشین این میرم مثلا الاین اوتو ارنج آیکن از چی کش شدم، باز دلیت کردم از اینجا، بازم همون کار داد، کار نداد نه؟ اما اول یک متوجه بودین نه؟ مثلا این از حالت ارنج کش شدم، بازم مثلا از اینجا یک چیز حذف کردم، در جایش یک چیز دیگه آمد. چرا؟ به خاطر از اینکه بعضی اوقات همین کامپیوتر سیستمش طوری است که یک کار که شما میکنین بعضی اوقات فکرتون باشه بعضی برنامه رو نصب کنین تا که ریستارت نکنین کار نمیته. این همین موضوع رفرش هم همین رقم است. مثلا من اینجا چی کردم کار نداد، ما و شما آمده یک بار رفرش کنیم، سیستم ما و شما رفرش میشه، آخرین تغییراتی که در سیستم ما و شما آمده او را چی میکنه؟ سر سیستم ما و شما اعمال میکنه. بعضی وقت یک چیز که ایش کار نمیته میان یک بار رفرش میکنیم. صحیح است؟ موضوع اول رفرش. موضوع دوم رفرشی است که شما مثلا کامپیوتر ما و شما را تازه میکنه، بعضی وقت گرنگ میشه میایین چی میکنین؟ رفرش. صحیح است؟ از چی است؟ از روی کیبورد F5 است. اگر من رفرش کرده باشم F5، از اینجا رفرش، از اینجا F5. موضوع را فهمیدین نه؟ موضوع دوم مثلا موضوع پیست است. پیست جایگذاری کردن هم میگن. مثلا مینمی را بگیرم اگر کات کنم مثلا، پس بیایم سعی کنیم گزینه پیست فعال شد، من میرم میگم پیست دوباره فعال شد. موضوع را فهمیدین نه؟ پیست کردم دوباره چی شد؟ همینجا جایگذاری شد. این موضوع پیست است. تنها در عکس نه، در هر چیز دیگه مثلا این کار میده. موضوع را فهمیدین نه؟ میرم من میگیرم مثلا کات میگم داخل ویندوز میرم اینجا میگم پیست. آمد نه؟ آمد. موضوع را فهمیدین دیگه. اینا میره اگه ما بیایم بگویم اندو موو چی شد؟ این موضوع اندو است اینجا. خب اندو که نبود، اندو پس در جایش آمد. موضوع را فهمیدین؟ این را گرفتم مثلا کپی در داخل از این گفتم پیست. صحیح است؟ آمد اندو کپی، این اینجا پس در جایش آمد. موضوع را فهمیدین نه؟ برعکس پس در جایش میاره. صحیح است نه؟ این موضوع را فهمیدین. موضوع بعدی چی است؟ اینمی را ما پیست کپی میگیرم داخل مثلا اینمی فولدر میایم پیست میگم یک، پیست شارکت میگم دو دانه کپی، یک کپی گرفتم دو پیست کردم. موضوع را فهمیدین نه؟ پیست اول که است، یعنی پیست اول از چی ما و شما مستقل است، این از فایل ما و شما. مثلا امیره ما حذف کنم چی میشه؟ یعنی ما حذف کردم میره این در جایش است، هیچ تغییرات در این آمده نبینیم. اگر سر ازی بیایم چی میگم؟ میگم این شارتکتی که مثلا اینجا شما پیست کردین اصل فایل شما موجود نیست. موضوع را فهمیدین؟ همینجا بیایم ما بگویم اندو دلیت، اندو پیست و اندو کپی را فهمیدین؟ این هم موضوع اندو دلیت بود. این را دلیت کردم دلیت، پس همینجا میایم میگم اندو دلیت پس آمد. موضوع را فهمیدین نه؟ پس در اینجا اگر ما بیایم سرش کلیک کنم فعال شد. منظور و هدفی است که شارتکت با فایل اصلی در ارتباط است، ولیکن
فایل اینی مستقیم مثلا ما و شما که پیست میکنیم با این در ارتباط نیست. پس ما و شما هیچ وقت شارتکت نمیگیریم که مثلا فایل اصلی ما و شما بره از بین میره. موضوع را فهمیدین نه؟ اینی برنامه را ببینین، اینی تو یک علامه گک داره، اینجاش یک علامه، اینجاش. این موضوع چی است؟ هدف از این علامه گک یعنی که اینا چی است؟ شارتکت است. اگر ما و شما این برنامه اصلی را بریم حذف کنیم میروانیم. برنامه اصلی را ما و شما اگر بریم حذف کنیم، اینی را با سرش ما کلیک کنیم، نه که یک چیز کلیک کردیم چی رقم چی جواب داد، گفت که مثلا برنامه اصلی ما و شما حذف است. نیست نه؟ اون رقم یک پیام بر ما و شما میده. خب موضوع پیست شارتکت اندو کاپی و رید دلیت خب فهمیدین نه؟ کلش ما و شما کار کردیم. صحیح است؟ تا اینجا سوال ندارین؟ صحیح شد نه؟ موضوع اینتل گرافیک سیتینگی که است، موضوع کارت گرافیکی تان است. درس هم داده نمیشه، فقط یک معلومات در مورد هم گرافیکی تان است، کدام گپ دیگر نداره. خب میایم در سر موضوع نیو یعنی جدید. مثلا سر صفحه ما یک کلیک راست میکنیم، در موضوع نیو میایم یک فولدر ایجاد میکنیم. اولین موضوع خب یک فولدر ایجاد کردم. وقتی که ایجاد کنین این رقم نامش ببینین چیش آبی است، یعنی که ما و شما باید در یک چی کنیم؟ یک نام نوشته کنیم. اگر نام نوشته کنین نوشته نکنین سرش کلیک کنین، همین نامش چی میشه؟ همین نام ذخیره میشه. صحیح؟ پس من اینا میگم دلیت. پس یک فولدر دیگه ایجاد میکنم. صحیح؟ نام نوشته نکردیم، میخوایم بعدا نوشته کنیم. این حال اگر من نوشته کنیم میایم در اینجا قسمت رینیم نامش نوشته میکنیم. صحیح؟ طریقه دوم، یک طریقه دیگه میایم سر حرف نامش که است یک کلیک میکنین، یک کلیک دو دفعه یک کلیک میکنین، حالا هم میتونین سرش نام نوشته کنین. صحیح نه؟ سه طریقه شد. این فولدری است که مثلا شما میتونین داخل از این هر چیز مثلا چی کنین؟ کپی کنین، داخلش بارین. صحیح؟ به خاطر چی استفاده میشه؟ معمولا به خاطر از استفاده میشه که ما و شما همی مثلا یک گروپ از موادای خود مثلا گروپ بندی کنیم. تصاویر در یک پوشه سرش نام میمونیم که معلوم شه اینمی چی است، گروپ شد نه؟ مثلا ویدیو در یک پوشه، هر چیزی که ما بخوایم متوسط از چی میتونیم ما و شما چی کنیم؟ گروپ بندی کنیم موادای خود. ما میایم سر همین نیو فولدر یک کلیک میکنیم. صحیح؟ اینجا چندین موضوع است. مهمترین موضوع که است این قسمت است، سند تو. میخواهید در موبایلت مثلا از طریق بلوتوت روان کنی، میگی از طریق بلوتوت روان میشه، سرش کلیک میکنی از طریق بلوتوت روان میشه. حالا نه بلوتوت فعال میکنی، از موبایلت هم فعال میکنی، بعد از روان میکنی. با زیر طریقه از زیر ما بعداً میخونیم. خب میگه در دسکتاپ یک شارتکت ایجاد شده. صحیح؟ در داکومنتس برای این موضوعاتی است که استفاده نمیشه، فکس تو میل. اگر فلش در اینجا وصل کنید در قسمت آخر فلش میشه، سرش کلیک کنید در فلش چی میشه؟ کپی میشه، از سند کپی میشه. خب اگر خواسته باشی کات کنی، کات میگه میری در جایی که میخوای میری، مثلا میگه پیست. صحیح؟ موضوع را فهمیدی؟ دلیت است که مثلا دلیت میکنی. رینیم اخو گفتم پراپرتیز خصوصیات است، سرش کلیک میکنی میای نوعیتش فایل فولدر است. صحیح؟ موقعیتش کجاست؟ درایو سی یوزرز RCC دسکتاپ. صحیح نه؟ اینمی در دسکتاپ است دیگه. مسیر دسکتاپ اینمی است. در درایو سی یوزرز اینجا که بری محافظه دسکتاپ مکمل در اونجا است. درایو سی قبلا هم گفتیم هر چیزی که در روی دسکتاپ باشه او چی است؟ درایو سی است. اینی سایزایش است 0 بایت، هیچ چیز نیست، هیچ چیز داخلش نیست. صحیح؟ اینی کانتنتس است. مثلا در داخل از همین 10 تا تصویر 10 تا فایل بنداز، اینجا نشان میده میگه چند فایل داره داخلش، چند تا فولدر داره داخل. صحیح؟ میایم در اینجا مثلا ما میگم کنترل شیفت ان. صحیح؟ از کجا میتونید؟ از اینجا مثلا میتونید نیو فولدر ایجاد کنی. طریقه شورتکتش چی است؟ کنترل شیفت ان. صحیح؟ ایجاد کردم، میایم سرش یک کلیک میکنم، میگم پراپرتیز، میگه یک دانه فولدر در داخلش هست. در داخلش فایل نیست نه؟ یعنی را مثلا اگر ما کپی کنم داخل ازی بیایم مثلا بگویم پیست، بیایم در اینجا در پراپرتیز یک دانه فولدر هست میگه و یک دانه فایل هست میگه. صحیح؟ اینجا معلومات برای ما و شما میده.
یعنی موضوع شیرینگ که است، مثلا دو دانه کامپیوتر که با هم وصل کنین، صحیح است؟ باز در دو دانه کامپیوتر که وصل میکنین شما یک فولدر شیر میکنین، نمیتونین مکمل کامپیوتر شیر کنین. یک فولدر شیر میکنی، هر چیزی که داخل از همین تو بندازی همون کامپیوترایی که شیر کرده اومده از داخلش گرفته میتونه، صحیح است؟ مثلا این عکس ابون تمام کامپیوترایی که در اینجا تو شیر کردی همین فولدر تا میتونه از داخل از همین اومده استفاده کنه، صحیح است؟ اینجا یک موضوع مهم به نام به خاطر همون چنج کردن چیش وجود داره، آیکنش. خب قسمت کاستومایز میای، در قسمت چنج آیکن میای. خب این اینجا تو میتونی مثلا یک عکس بر از این انتخاب کنی. خب اوکی بگو مثلا چنج شد، رفرش. موضوع رفرش خب فهمیدین نه؟ یک دفعه خب گفتم یعنی باز براتون بسیار متواضع شد. ما شما اوکی گفتیم مثلا تغییرات نامد، یک بار رفرش میگیم تغییرات میاد، صحیح است؟ سیستم ما شما تازه میشه. موضوع را فهمیدین؟ مثلا به خاطر که شما بتونین مثلا این میره آیکنش چنج کنین، از کجا چنج کنین، صحیح است؟ این را کش کنین، دیدین؟ این را غیر فعال کردم، این حال میتونم در جایی را بانم. این را ما پیشتر هم براتون گفتم نه؟ از این را که غیر فعال کنین نمیتونین در جایی بانم، صحیح است؟ موضوع را فهمیدین؟ موضوع فولدر را فهمیدین؟ چه رقم نامش تغییر میدین، چه رقم عکسش تغییر میدین، چه رقم معلومات داخلش هم میبینین، صحیح است؟ خب این موضوع شورتکت است، میتونین مثلا شما یک شورتکت ایجاد کنین، صحیح است؟ قدر مهم نیست دیگه. مثلا همینجا میتونین شما مثلا از کورل درو یک فایل کورل درو ایجاد کنین روی صفحهتون، مثلا از ورد یک دانه ایجاد کنین، ورد ایجاد شد، صحیح است؟ داخلش برو هر چیز میتونید، هر چیزی که میخواید داخلش نوشته کنید، صحیح است؟ نه این را فهمیدین موضوع را. و فایل های زیاد است، مثلا وینرور تو میتونی ایجاد کنی، تکست تو میتونی ایجاد کنی، صحیح است؟ اینجا ایجاد کردی داخلش یک موضوع را نوشته میکنی، صحیح است؟ نه ویندوز آ را میزنم، من یک چیز نوشته میکنم، مثلا نوتپد، یک فایل نوشته میکنم، این یک فایل نوتپد است، صحیح است؟ کنترل اس میگم، صحیح است؟ نه این اینجا اینی انسی اگه انتخاب کنیم در دسکتاپ، اینی را یک نام بدیم و ثبت کنم کانتنتس، همین بود نه؟ سعی کنین یک فایل نوتپد ایجاد کردم، در داخلش جملات فارسی نوشته کردم، برای ما شما سوالی آورد، صحیح است؟ نه بعض اوقات امکان داره در این مشکل شما دچار شوین. مثلا پس من میرم یک فایل نوتپد دیگه ایجاد میکنم، یک حرف فارسی نوشته میکنم، کنترل اس میگم. خب متوجه باشین وقتی که مثلا یک فایل نوشته میکنین که یک فایل ایجاد میکنین که در داخلش جملات فارسی است، این از اینجا شما میایین UTF-8 انتخاب میکنین، صحیح است؟ یعنی من ثبت کنم که مشکل حل میشه یا نمیشه، یعنی صحیح است؟ سعی کنی مشکل نداره، این مشکل داره. خب موضوع را فهمیدین؟ UTF-8 این همینجا میایین مثلا نوتپد، صحیح است؟ فایل فارسی نوشته میگم، کنترل اس است. در این کامپیوتر که است پیش‌فرض UTF-8 انتخاب است، این کدینگش این قسمت. باز اکثریت کامپیوترها که است اینی انسی انتخاب است. خب این موضوعش باز یک موضوع کلان است، خب ما درباره از این بحث نمیکنم، فقط همین قدر بفهمین UTF-8 انتخاب کنین خلاص. اگر حروفتون انگلیسی از فارسی نداره این مشکل نداره، UTF-8 انتخاب میکنی یا انسی، هر کدامش که انتخاب میکنی، صحیح است؟ ولی فارسی باشه چی میکنی؟ UTF-8 انتخاب میکنی. تا اینجا را فهمیدین مثلا که نمی چیزایی را که مثلا ما و شما از این میتونیم از قسمت نیو یک چیز جدید ایجاد کنیم. این موضوع خوب مشخص است، انشالله کلش فهمیدین، کدام مشکل نداره. نه میام در موضوع دیسپلی ستینگ سرش کلیک میکنم، میتونه یک صفحه برای ما و شما ایجاد میشه، صحیح است؟ اولین موضوع برایتنس و کالرش است، صحیح است؟ سعی کنید در قسمت پایین به اونجا معلوم میشه رنگش. ما از اینجا میتونم روشنایی صفحه خود کم و زیاد کنم، یعنی قسم موضوع را فهمیدین انشالله. نه دومین موضوع نایت لایت است. نایت لایت در موبایل هم هست، یک موضوع است که مثلا یک رنگ کامپیوتر یا موبایل خود تغییر میتون به خاطر که چشمتون چشه و آزار نرکت چشمتون از طرف شب. منظوری است که اگر ما و شما از کامپیوتر از طرف شب بدون عینک استفاده کنیم در چشم ما و شما بسیار ضرر داره. خب باز به خاطر حل این مشکل چی کرده؟
ویندوز یک خصوصیات مثلا اضافه کرده به نام نایت لایت سیتینگ میگیم ترن آن ناو. رنگ چی ما تغییر کرد اونجا معلوم میشه نه؟ معلوم نمیشه. اینجا معلوم میشه رنگ صفحه ما شما زرد میشه. این زرد که است باز همون نقص همون ضرری که مثلا همین صفحه چی داره همون را خونسا میکنم، یک نوع نور است را خونسا میکنه. خب اگر بخواین که مثلا همین دقیقه فعال شود میگین turn on now. صحیح است؟ این فعال میشه. مثلا turn on now فعال میشه. صحیح است؟ اگر مثلا میخواین که نه all فعال نشود، صحیح است؟ میگیم اسکیجول شود. صحیح است؟ میگیم اسکیجول شود. میاین sunset to sunrise، از شام تا صبح، از آفتاب نشست تا آفتاب مثلا چی. صحیح است؟ از غروب تا صبح، از شام تا صبح. صحیح است؟ اینی را اگر گزینه اول انتخاب کنیم اینی را صحیح کنیم، این اتومات خودش مثلا نظر با مو چی منطقی تان خودش عیار سازی میکنه. میگه نه من خودم مثلا عیار سازی میکنم چی وقت روشن شود چی وقت خاموش شود. می خصوصیات ما و شما. خب پیم بعد از ظهر. صحیح است؟ بعد از ظهر مثلا از چاش، بعد از چاش که بعد از ظهر است تا 12 بجه شب است نه، از 12 چاش تا 12 شب بعد از ظهر است نه، از 12 شب تا 12 روز قبل از ظهر است نه. از کدام ساعت مشخص میکنی خودت؟ از 9 مثلا قبل از ظهر تا 7 بعد از ظهر اینی رقم مشخص میکنی خودت. خب مثلا اگه اسکیجول تو غیر فعال کنی میگه turn on now. این همی دقیقه برای ما شما فعال میشه. اینجا معلوم نشه خودتون بازکار کنین معلوم میشه. خب موضوع را فهمیدین؟ این را بالا ببرین زردش زیاد میشه، زیادتر زرد میشه، چشم راحت میکنه. خب این را که هر چقدر پایین بیارین زیادتر رنگ آبی زیاد میشه. خب این بسیار مفید است. از طرف شو اگه خصوصا شما کار کنین باید از استفاده کنین شما. صحیح است؟ موضوع را فهمیدین ان شاء الله. دومین موضوع مهم اینی چیزی که است این مهم نیست، استفاده نداره. اینی پایین که است این خیلی مهم است. میگه اسکیل اند لیاوت. ببینین 125 100 150 175 چند سایز برای ما شما داره. 125 میگه توصیه شده است شما از این استفاده کنید. اونجا معلوم میکنید خورد کردنی. ببینین وقتی که شما 100 انتخاب کنین تمام متن کل چیز هم ویندوز شما خورد میشه. خب صحیح نه؟ خورد شد. اگر بیاین مثلا شما 125 انتخاب کنین میگه recommended. این میره میگه برای ما و شما ویندوز چی کرده برای دیسپلی ویندوز و مثلا کامپیوتر ما و شما میگه اینمی مناسب است. صحیح است؟ برای ما یکم یک خورد معلوم میشه. من 150 را انتخاب کردم مثلا کم یک کلان معلوم شده برای ما. و شما میتونید مثلا 175 انتخاب کنین. مهم نیست. مهمی است کدامش که برای شما مناسب معلوم میشه همون رو انتخاب کنین. اسکیل اند لیاوت سعی کنین میگه سایز تکست هم کل مکمل سایز تکست هم ویندوز شما مثلا از اینجا مشخص میشه. خورد میکنین یا کلان میکنین. صحیح نه؟ موضوع را فهمیدین؟ موضوع بعدی دیسپلی ریزولوشن است. ریزولوشن کیفیت میگه. خب کیفیت تصویر شما اینمی قدره که فعلا انتخاب است برای ما و شما چی است توصیه شده است. اگر ما بیایم مثلا اینی را انتخاب کنم ببینین چه رقم شد. میبینین نه؟ دو طرف سیاه شد. دیدین سیاه آمده خورد کرده نه؟ 1920 پیکسل بر 1080 پیکسل. 1920 پیکسل اینی بارش هم میگه. این رقمی را میگه. اینی رقم میگه پیکسل. 1080 این رقمی را میگه. قسمت بالا و پایین بالا ارتفاع را میگه. خب پیکسل که است همون نقطه‌های خرد میگه. خرد میگه. تمام اینمی تصویری که مشاهده میکنن از پیکسل جور شده. صحیح است؟ مثلا پیکسلش شما 1920 کم بگیرین. صحیح است؟ 1280 بگیرین ببینید دو طرف صفحه ما شما خرد میشه. پیکسلش کم میشه. او غیر استفاده میشه نه؟ هر کدامش که برای شما مناسب میشه همون رو انتخاب کنید. مناسب معلوم میشه. ولی مهمترین موضوع در اینجا این است که
شما همیشه همه ریکامندید مثلا چی کنین انتخاب کنین. که چرا برده فکرشون باش دوست خوب است انشالله یانتون جور است چه رقم است در سال راضی است انشالله میشه انشالله شاگرده عزیز ببینید یک تعداد صرفه که مثلا ما شروع میکنیم یک روز دو روز درس میبینیم باز فردا پس فردا سفتان ما شروع میکنیم انشالله شما بر فردا انشالله تعدادتان هم کمتر از فرق نمیکنم استاد تا شما هستین هست و درسان ادامه میدن تا حد توانی که توانایی داشته باشن انشالله در خدمت شما هستم و رکورد بگوین رکورد کرده میدم براتون فرق نمیکنم و انشالله کوشش میکنیم در آینده بعد از کمی وسط بدیم بر فردا انشالله سفتان میتونم انشالله 300 در کنیست بکنیم انشالله بخاطر تعدادتان هم کم است تعداد اگر زیادتر می بود یک 15-20 نفر می بود 200 میلیون فرق نمیکنه اونمی تقریبا 15 نفر باشه اونمی زحمت میشه 3 نفر باشه اونمی زحمت میشه ان شاء الله استاد در کنه بر فردا ثبت نام می‌کنید سلام خب موضوع را فهمیدین ان شاء الله نه هر جایی که ریکامندد نوشته باشه ما شما اونم رو انتخاب میکنیم مهمترین گپ اینمی است. خب موضوع دیسپلی اورینتیشن است یعنی چرخش صفحه ما و شما. خب لندسکیپ همه فعلا چی است لندسکیپ پیشفرض است سایز پورتریت که بگیریم سرچپه میشه این رقمی میاد بازی را خودتون چی کنین. خب اگر ما مثلا این را در ریکورد چی کنیم یک کمی مشکل ایجاد میکنه خب یک مشکل خودتون این را تمرین کنین سایز چرخش صفحه را میگه چرخش میکنه سایز باز از طریق کیبورد کنترل آلت یا کنترل آلت اروکی است یا کنترل شیفت است. خب یعنی اروکی را خب میفهمین چی را میگم این کلیدهای جهتدار 4 تا که است از این طریق هم شما میتونید این را چرخش بدین. خب از اون طریق هم میشه از این طریق هم فرق نمیکنه یک چیز از دوش. موضوع مولتیپل دیپلیس که است مثلا این قسمت ویندوز پی را ما میزنم سایز یعنی میول سر چی است دوپلیکیت است سایز موضوع را فهمیدین دوپلیکیت چی را میگه هم در کامپیوتر ما پلی است هم در کامپیوتر شما پلی است. اگر ما بگویم پیسی اسکرین اونلی چی میشه تنها در کامپیوتر ما مثلا پلی میشه در کامپیوتر شما پلی نمیشه سایز سیکند اسکرین اونلی تنها در کامپیوتر شما پلی میشه در کامپیوتر ما پلی نمیشه این موضوع است. این همی چیزی که شما دیده راستین این همی حالا دمی صفحه این همی را که دیده راستین این همی صفحه را خود دیده راستین شما این همی را اسکرین کامپیوتر ما سایز موضوع را فهمیدین این حالا در دوپلیکیت موندگی است اما در کامپیوتر میبینیم هم شما در تلویزیون میبینید موضوع را فهمیدین دیگه این را کجا با کار میه شما در کامپیوترتون مثلا پروژکتور را وصل میکنین خب پروژکتور تا که دوپلیکیت نباشه پروژکتور ظاهر نمیشه. خب در حساب چی همی رقم است موضوع را فهمیدین نه این موضوع از اینجا استفاده میشه دیگه کانیک وایرلس دیسپلی که است مثلا در بعضی مثلا چیای خصوصیات اگر داشته باشه بعضی مثلا موبایل ها و دیسپلی هایی که مثلا وایرلس باشه خصوصیاتش داشته باشه شما میتونید وصل کنید بدون لاین. و موضوع ادوانس دیسپلی سیتینگ است اینایی اول سر از کلیک میکنین بعد از اون میایین سر این از کلیک میکنین در اینجا در شما چی میکنین همین خصوصیات کارت گرافیکتون هم میگن مثلا یکی میگه درباره همین کارت گرافیکت برای ما معلومات بده چه رقم است میایین سرش کلیک میکنین تایپش چی است اینتل آر اچ دی گرافیک 620 نامش است. خب یعنی اینجا میایین توتال اویلیبل گرافیک مموری 4 جی بی است سایز 4 جی بی است باز دیدیکیتش که است 128 جی بی است یعنی دیدیکیتش خیلی مهم است برای ما شما. خب موضوع دیدیکیت مهم است به خاطر که اگر 1 جی بی 2 جی بی باشه ما میتونیم کارهای گرافیکی بسیار سنگین انجام بدیم در ویدیو ادیتینگ و موضوع گیم این چیزا خیلی مفید است. این حالا مثلا 128 جی بی است از ما کم است نمیشه مثلا اینجا اگر ما افتر افکت کار کنم یک ویدیو دیزاین کنم مثلا نمیشه صحیح نمیشه دیگه. ایرا کوشش کنین هر وقت که کامپیوتر میگیرین ایرا خیلی متوجه باشین که مثلا چی باشه زیادتر باشه صحیح است نه ایرا فهمیدین دیگه. این موضوع مثلا موضوعات مهمی که در بخش دیسپلی سیتینگ بود اما چیزایی که بسیار استفاده داره ما و شما خواندیم. موضوع پرسونالایز ان شاء الله ما و شما فردا شروع میکنیم صحیح ان شاء الله موضوع را فهمیدین ان شاء الله.